سوال میگه که مجموعاتگر مینیمال این گراف رو بین گزینه‌ها پیدا کنید. خب حالا گرافی که داریم با توجه به گزینه‌ها می‌بینیم که باید حتما رأس جی توش باشه. چرا؟ چون اگه رأس جی نباشه این رأس تنها میشه. این رأس وقتی تنها بشه یعنی که جزء مجموعه هاتگر مینیمال ما نیست و مجموعه هاتگر مینیمال ما هم اونو پوشش نداده. خب توی گزینه‌ها راحت ترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما گزینه‌ها رو دونه دونه رأس‌ها رو یال‌هایی که بهش وصل هست رو بکشیم و ببینیم کدوم رأس تنها میشه. پس گزینه 3 و 4 مون به خاطر اینکه جی توش نیست حذف میشه. میریم سراغ گزینه اول. گزینه اول میگه که A C E G. A رو وصل میکنیم، C رو وصل میکنیم، G هم وصل میکنیم. میبینین روی شکل که چه رأسی تنها شده. این رأسی که میبینین تنها شده، پس این مجموعه احاطه‌گر مینیمال ما نمیشه چون اصلا احاطه‌گر نیستش. برای گزینه دوم گفته A D E G. وقتی که رأس هایی که داریم و یالهاشو وصل کنیم میبینیم که هیچ رأسی تنها نشده. حالا ببینیم که این مجموعه احاطه‌گر مینیمال هست یا نه. وقتی که یکی از این رأس‌ها رو کم کنیم می‌بینیم که دیگه احاطه‌گر نیست، پس مینیمال هم هست. این میشه جواب. سوال گفته که در نقطه تلاقی تابع F و G در بازه 0 تا P یک خط مماس بر منحنی F رسم شده که می‌خوایم محل برخورد این خط مماس با محور ایکس ها رو پیدا کنیم. خب وقتی که می‌خوایم محل تلاقی دو تا تابع اول پیدا کنیم، دو تا تابع رو با هم برابر قرار میدیم دیگه. درسته؟ وقتی تابع F و G رو با توجه به چیزی که داریم با هم برابر قرار بدیم، ساده کنیم، می‌بینیم که سینوس x برابر میشه با کوسینوس x. که سینوس x با کوسینوس x تو بازه 0 تا p با هم برابر میشن توی تنها نقطه p4. نقطه p4 به دست آوردیم. حالا برای اینکه مختصات محل تلاقی اینا رو به دست بیاریم باید اون x p4 رو توی یکی از تابع‌ها مثلا تابع g بذاریم. وقتی که جاگذاری کنیم با توجه به فرمول جیمون، فرمول تابع جیمون، این میشه مختصات نقطه تلاقی. خب اینو کجا استفاده میکنیم؟ اینو برای به دست آوردن مختصات خط مماسمون جلوتر استفاده میکنیم. حالا ما الان نقطه رو داریم، باید شیب این خط هم به دست بیاریم. شیب خط مماس چجوری به دست میاد؟ از طریق مشتق تابع. شیب خط مماس بر تابع F خواسته دیگه، پس از تابع F مشتق بگیریم. مشتقش که بگیریم میشه این. حالا توی نقطه P4 میخوایم به دست بیاریم، مشتقش رو جاگذاری میکنیم. P4 میشه رادیکال 2/4. پس شیب این خط مماس برای تابع F میشه رادیکال 2/4. خب الان ما شیب خط رو داریم، یه نقطه از اون خط هم که داریم توی معادله خط جاگذاری کنیم به دست میاد معادله خطمون این میشه رادیکال 2/4 در x منهای p4 به علاوه 3 رادیکال 2/4. این میشه معادله خط ما. گفته که چی؟ محل تلاقی خط مماس با محور x، یعنی که y ما 0 میشه. y رو 0 بدیم محاسبه کنیم اینو چی میشه؟ x اون میشه p4 منهای 3.